تحولاتی تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 17 ینور اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. لوله‌های یخ کرده و خانه‌های خنک، مسئولان میگویند چنین وضعیت با سبب هوای سرد و خنک نظری پیش آمده است. از برای ثواب یک ساکن ولایت ختلان صدها پرنده را در گرمخانه‌اش جا کرده و از مرگ رهانیده است. مردم خواهش کردن که بیارن ما نگاه میکنیم، اند ما پول تونم میتیم شما این پرنده بیاریم ما هم رو نجات بدیم. و برای اولین بار از قحطی بزرگی چین در 60 سال اخیر اهالی جمهوری چین بیش از 850,000 نفر کم شده است. در پی خنک‌های یک هفته اخیر در تاجیکستان شکایت‌ها از نظام گرمیدهی و دسترسی به آب بیشتر صدا می‌دهند. ساکنان برخی بناهای بلندآشانه را در شهر دوشنبه بیشتر سردی منزل‌هایشان نگران نموده است. هرچند مقامات از حل مشکلات جای داشته خبر می‌دهند، ولی مردم کار اداره‌های دولتی را در راستای حل کمبودی‌ها ناکافی می‌حسابند. علیشیر ظریفی و براد یوسفی موضوع را ادامه می‌دهند. بر اثر سردی‌های شدید روزهای اخیر تعدادی از بناهای بلندآشیانه در شهر دوشنبه به آب مانده است. ساکنان با هر گونه ظرف‌ها آب را از لوله‌های بناهای همسایه و حولی‌ها می‌کشانند. نیست. یک هفته و 3 روز میشه که آب نیست. سبب قطع آب در این بناهای بلند منزل یخ بستن لوله‌های اساسی ورود آب به بنا گفته می شود که کار شبکه‌های آب و کاریزی را قطع کرده است. این با آوا یخ کردگی تمام توالت هم برام در درونای چیز خانه هم جدیش این باور نکرده گلیمو در بیرون بردم موندگی همه. ما چیکار کنیم خنک؟ در نزدیک بناهای بلند منزل آبکشانی کودکان و زنان حتی مردم با ظرف‌های پلاستیکی زیاد دیده می شود. تروبا کافیدگی میگن کلینی دو قدم من محش همین من نزدیک پگه فردا تولد میکند 3 روز به 3 محل بچه چاکت آب میکشند کلاس که آب میبرد. من پسرم اقشلاق آورد شرایط دوشنبه نقص هواهاش گرم شرایطش نقص خانه‌های گرم من آمدم آب میرم بیم چشمام ورم کرد خنک با میرم قشلاق میبرم این چی فایده اول همه خانه خودم رفته شینم بهتر. با چیکار ما نبی چند ما کشیدم استم میگه گودکا غلطیده گودک مایده دارم در خانه میستم میگه مادر به در آب کشیده. نمایندگان کارخانه آب و کاریزی دوشنبه سبب یخ بستن و به آب ماندن برخی از بناهای بلند منزل را صدمه در لوله‌های آبرسانی بناها نام میبرند. خیلی خوب بودو اکاجون این خنکه یگان کس گفته نمیتونست که سراز خیلی خنکی میبیا این آبی خنکه آبی گار نیست که خنک نزنه شا آبی خنکه خیلی خنک زده یکا برطرف کرده است. این خودم پایون طرف میبینه که مردم کار کرده است آب اومده است. آقا چی مشکلی ها با میان اومد که برطرف کرده است؟ خنکی آب خنک زده که تربه خنک زده کافیدگی یا تربه کافه یعنی میدام آب نداره تمام منطقه آب نشوکی به میمونه. شکایت دیگری ساکنان در این روزهای سرد سردی خانه‌ها و با طور کافی گرم نبودن نظام گرمیدهی است. گوارگ خیلی خانه بوده که مایده اینی همسایه همون نبیردار نگاه کو هم یک کسال شد زنگ میزنه میگه اولی کمتر گرم شوه بعد اوی شما خیلی ما وقتی گرم شد ما در کار نیست ما در تمام جو بخوایم ما مراجعت میکنیم ما تمام اگر همینجا جانشو ممکن 2-3 هزار آدم همین امضا میکنن میره تو پرزیدنت میبروید ما رو 3 سال 4 سال شد همین خیلی احمق میکنن همین پول میگیرن انا او شو خیلی میشه او خیلی میشه با خدا همین پر اینه باتری همین خونه همین طرف همه شمیاید بقاب خود قپیدی. مسئولان مؤسسه شبکه‌های گرمیدهی شهر دوشنبه سبب کم شدن گرمی در باتری‌های منزل ساکنان را باز بودن درآمدگاه بناها حفاظت نشدن لوله‌های آبی گرم در تخم‌خانه‌ها عنوان کردند. ما داریم پادزمو در نداره تیریزای پادزمو به برآمدگی برای روشنی بدون یگونش تیریزه نداره قسمتی درونی تگی پادوال یگون نبودی ایزولیاسیون که باید که ایسوی شهروندو شوه نیست برادر جون همین یک قسمت همین نیروی گرمی گم میشه همین ما با نوابسته باید با دوری هر یک بینو ده هر یک بطری گرمی دیهنده را باید که وضو خوش بره هوایی که درونش جمع میشه همون را باید برورین. مقامات آب و هواشناسی میگویند چنین سردی‌ها در تاجیکستان در 15 سال اخیر سابقه نداشته است. طبق پیشگویی این نهاد سردی‌های سخت در تاجیکستان تا 18 ینور ادامه خواهد کرد.
در ادامه همین موضوع حالا از عمل خیری یک ساکن شهر لوکان میگوییم که برای نجات پرندگان از خنکی دست و آستین برزده است. در این روزها او در گرمخانه‌اش صدها پرنده را دان و آب داده جانشان را از مرگ رهاند. در این کاری ثواب به قهرمان گزارشی میرزا نبی خالقزاد عمدیه ها نیز کمک رساندند. عزتالله مرادعلی دان می پوشد نه برای کشاورزی بلکه برای مهمانان نادرش، پرندگانی که بعد سردی و باریدن برف زیاد گرسنه مانده به دیه برگشتند. یا حساب خود من برای پرنده ها دلم سوخت، برای همه گفتم همین پرنده ها را با قپمه بیاریم جانشون خلاص کنیم ای خنکی ای گشنگی. در این گرمخانه زیاد از 1000 پرنده نگهداری می شود. صعبه از پرندگان نادری هست که در کوهستان زغیرتوت شهر لوکان زیاد مشاهده می شود. وقتی که همه برف بارید دوما پرنده ها اومدن ایکه همه قشلاق جاها دا اومدن دیدیم که هم بسیار پرنده ها عذاب کشیده استیان مرده استیان و همه را ما گفتیم که بیایم در همین گرمخانه مون نگه داریم همه زنده مونن. این پرنده ها با در همه طبیعت باید زیب زینت هم طبیعت هست. وقتی که پرندگان به گرسنگی تاب نآورده از پرواز میمانند، عزتالله آنها را از میان برف به گرمخانه‌اش میآورد. بیشتر پرنده ها را شبانه از دامنه های کوه و تپه های سر برف پیدا کرده است. حالا عزتالله از مردمی دهش کمک خواست که پرندگانی را که از میان برف پیدا میکنند به گرمخانه او بیارند. همه مردم خواهش کردن که بیارن ما نگه میکنیم، اند ما پول تونم میتیم شما این پرنده بیاریم ما همه رو نجات بدیم. اگر یک نفر 100 پرنده را به گرمخانه بیارد 10 سامان تحفه وعده شده است، ولی ساکنان این کار را رایگان انجام میدهند. مثل این کودکانی که 2 موسیقی گرسنه را از میان برف پیدا کرده به گرمخانه آوردند. امروز با همین سبب این خنکی ها همین پرنده ها تاب نیاورده و آمده به این قشلاق جاگاه آمدن. امروز ما همه بچهای دهه ما همه را همه جمع کرده در این گرمخانهشان چیکار این هم یک قضیه شرمندی ما یک قضیه ایمانداری ما یکی باید ما هم طبیعت حس کنیم همین پرنده ها را حس کنیم همه چیزا چیه حس کنیم که همه در همین زیبایی طبیعت ما هستند. با گرم شدن هوا این پرندگان به لانه های خود برمیگردند. اداره محیط زیست شهر لوکان گفت در دیگر منطقه برای حفظ پرندگان دانپاشی کردند. نجات پرندگان در حالی است که زمستان امسال سرد آمد، پرندگان زیاد تلف شدند. این جفت گنجشک نیز در روزهای سرد زمستان امسال از سردی هوا ففتیدند. بر اساس تحقیقات ها شمار این پرنده در تاجیکستان کم شده است. رو می‌آوریم به موضوع‌های دیگر. در تاجیکستان سند نوی حکم اجرا گرفت که به نیروهای تفتیشاتی اجازه می‌دهد از این پس بر اساس ویدیو و یا اطلاعی که در اینترنت نشر شده است کسی را به جوابگری جنایی بکشند و جزا بدهند. بر اساس کدکس اصلاح شده مرافعه جنایتی که آخر ماه گذشته حکم اجرا گرفت، من بعد اطلاعات در اینترنت هم می‌تواند سبب و اساس برای باز کردن پرونده جنایتی شود. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. درود بر شما. خب اول درباره تغییرات در کدکس مذکور جزئیات میدادید. تشکر شهلا. سلام بیننده ارجمند. در قانون درباره تغییر و علاوه ها به کدکس مرافعه جنایتی تاجیکستان که مجلس ملی روز 16 دکبر قبول کرد آمده است به ماده 144 کدکس که تا حال فقط اطلاع در رسانه‌ها از جمله نشریه، تلویزیون، رادیو را برای باز کردن پرونده سبب و اساس می‌دانست کلمه اینترنت هم اضافه کرده شود. وکیلان مجلس نمایندگان گفتند که مقصد از اصلاح مطابق کردن کدکس و طلبات قانون‌های دیگری تاجیکستان است و تغییرات برای پیشبرد سری وقتی تفتیش پرونده‌های جنایتی مساعدت می‌کند. ولی آنگونه که می‌دانیم شهلا تا زمان قبول این قانون هم در تاجیکستان افراد زیادی را بعد نشر ویدیو یا عکس به جوابگری جنایی می‌کشیدند و یا جریمه می‌بستند. نمونه از آن سرنوشت مأمور اجرای امرهای دادگاه از ناحیه وخش سید نوریدین صدرالدین زاده است که سال 2021 با یک مراجعه ویدیویی در فیسبوک از رئیس جمهور امام علی رحمان خواست به دادش برسد، ولی خودش را با اتهام تحقیر و تهمت به پرزیدنت و تحقیر نماینده حاکمیت به 8.5 سال زندان محکوم کردند و تا به دادگاه قانونی اساسی یا سود کانستیتوسیونی تاجیکستان هم شکایت برد، ولی در اینجا هم شکایتش را رد کردند. پس مفهوم این تغییرات چی هست و عاقبت‌های آن برای جامعه چی بوده میتواند؟
شالا واقعا ما عین سوال رو از حقوق شناسان پرسیدیم. مثلا پروفسور و حقوق شناسی شناخته تاجیک شاکرجان حکیموف به ما گفت که ظاهرا وکیلان تاجیک کدکس را با نظر داشته پیشرفت تکنولوژی‌های مخابراتی از جمله اینترنت اصلاح کردند و روزی هبدامی انور به ما گفت مثلا یک راهگذر یا من و شما حادثه را به نوار گرفتیم و ضرور دانستیم که دیگران هم آن را بدانند و در اینترنت مثلا در فیسبوک گذاشتیم. جمعه آن را دید، ناراحت و یا نگران شد. آنگاه پروکورور و دیگران اساس حقوقی یا سبب می‌یابند که بر اساس این ویدیو اگر البته در ترکیب آن جنایت باشد پرونده باز کنند. اما این نگرانی هم هست که از این پس کار مقامات تاجیکستان در تعقیب و جزا دادن دیگر اندیشان یا مخالفان حکومت آسان‌تر می شود. مثلا با قول جمشید یاروف وکیل دفاع مقیم اروپا که با صحبت داشتیم، تغییر در کدکس مرافعه جنایتی تاجیکستان دستی مقامات را برای تعقیب منتقدان و آنهایی که مقامات خوش ندارند بازتر می کند و طوری که می دونیم حکومت تاجیکستان تا چند سال اخیر برای محدود کردن حقوق بنیادی مردم از جمله آزادی بیان پیوسته تنقید می شود. تنها در سال گذشته در کشور 7 بلاگر و روزنامه‌نگار را دستگیر کردند و با اتهامات گوناگون از جمله از 7 تا به 21 ساله زندان محکوم کردند. آنهایی را که فقط در شبکه‌های اجتماعی نظر خود را می‌نوشتند و یا مشکلات جامعه را انعکاس می‌کردند، مفتشان به نشر اطلاع دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کردند. تشکر برای صحبت فراگیر. خب طبق گزارش رسمی چین سال گذشته اهالی این کشور 850,000 نفر کمتر شده است. رئیس اداره ملی امور چین میگوید کشور با نیروی کافی کاری تامین است و سرشمار اهالی بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر منفی نخواهد داشت. در هر صورت چین با پیشروی و افزایش میزان مرگ و میر اهالی مواجه بوده است. طبق پیشگویی سازمان ملل روند کاهش اهالی تا سال 2050 دوام کرده سرشمار اهالی این کشور به وجه عموم 109 میلیون نفر کم می شود. اسکندر خوجه میرزاده با تفصیلات بیشتر. سال 2022 برای اولین بار در 60 سال اخیر شماره اهالی چین کاهش یافت. خدمات ملی آمار این کشور اطلاع می‌دهد که سال 2022 در چین 1 میلیارد و 411 میلیون و 750 هزار کس به سر می برد. یعنی در مقایسه با سال 2021 شماره اهالی چین 850 هزار نفر کمتر شده است. بار اخیر اهالی چین سال 1961 در دوره قحطی بزرگ کم شده بود. کارشناسان سازمان ملل متحد پیش بینی می‌کردند که سال 2022 شماره اهالی هندوستان به 1 میلیارد و 412 میلیارد نفر برابر می شود. ولی آنها انتظار نداشتند که هندوستان به همین زودی ها به کشور از همه سیر اهالی عالم تبدیل می یابد. به هر حال فعلا سرشمار اهالی هندوستان ادامه دارد و کارشناسان بر پایه آن خلاصه های خود را اعلان خواهند کرد. به نوشته خبرنگار رایترز، سبب کاهش اهالی چین سیاست یک عائله یک فرزند است که از سال 1980 تا سال 2015 ادامه داشت. در زیر فشار دولت و بالاروی نرخ پرورش و تحصیل فرزند، بسیاری از عائله‌های چینی تنها یک طفل به دنیا آورده‌اند و یا از تولد کودک کاملا دست کشیده‌اند. بر علاوه عائله‌های عنعنوی چینی به پسر اولویت می‌دهند که باعث افزایش سرشمار مردان شده است. فعلا در این کشور 722 میلیون مرد و 690 میلیون زن به سر میبرند که سببگار کاهش ازدواج و تشکیل عائله‌های نو شده است. دانشمندان ساحه دموگرافی پاندمی کووید 19 و گوشه‌نشینی 3 سال اخیر در چین را هم در میان سبب‌های کاهش اهالی این کشور یاد می‌کنند. دوستان عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تشکر که با ما همراه بودید. خبرهای از این بیشتر و چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیوی آزادی و هم صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام، فیسبوک و تیک توک پیدا کنید. همچنین اگر نظری یا خبری دارید لطفاً به ما نویسید. تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید.